با نزدیکتر آمدن سال نو تحصیل، مهاجران آسیای مرکزی در روسیه در برابر انتخابی سخت ماندند که فرزندان خود را به روسیه برند یا آنها را در وطن تنها مانده خودشان بروند. ماه اپریل سال 2025 روسیه قاعده‌های قبول فرزندان مهاجران به مکتب را سخت‌تر کرد و اکنون سپردن امتحان زبان روسی و نشان دادن حق قانونی اقامت شرط اساسی برای قبول است. پیش از برنامه با همکارم کیومرث عطا که گزارش را در این باره تهیه کرد صحبت داشتم و از او درباره تأثیر قرارهای نو بر زندگی مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی پرسیدم. بله طاهر، رادیوی آزادی با یک مهاجر تاجیک که می‌خواهد بچه‌هایش را به روسیه برد صحبت کرد. رحمت که نخواست نسبش برده شود گفت قصد دارد 2 فرزند 7 و 9 سالش را نیز با خود برد که چند ماه آخر برای تحصیل در مکتب‌های روسیه آمادگی گرفتند. او گفت که برای کودکان از دهه معلم گرفتند تا درس علاوگی روسی خوانند. بچه‌هایش برای تکمیل زبان ویدیو و برنامه‌های روسی را نیز تماشا می‌کردند. برای قبول در مکتب‌های روسیه فرزندان رحمت باید از امتحان سخت زبان روسی گذرند. او به رادیوی آزادی گفت که حق اقامت موقت یا وینژ دارد و می‌خواهد عائله‌اش نیز در برش باشد، اما در تشویش است که اگر بچه‌ها از امتحان نگذرند مجبور است آنها را دوباره از روسیه به تاجیکستان به نزد بابا و بیبیشان برگرداند. به مثل رحمت میلیون‌ها مهاجر کاری آسیای مرکزی در روسیه نیز به همین دلیل نگران شدند. در آستانه سال نو تحصیل یعنی 1 سپتامبر خانواده‌های زیادی از 5 جمهوری سابق شوروی در چهارراه ماندند. آنها اکنون انتخاب سخت دارند که یا کودکانشان را با خود بر روسیه برند تا توکل کرده امتحان زبان روسی سپارند و یا آنها را دور از خود در وطن بگذارند. ماه اپریل سال 2025 مقامات روسیه طلبات را برای قبول فرزندان مهاجران به مکتب‌ها سخت‌تر کردند. اکنون سپردن امتحان زبان روسی و نشان دادن حق قانونی اقامت در محل زیست شرط حتمی برای قبول فرزندان آنها به مکتب است. پیامد این قرار زود به چشم رسید. سال تحصیل 2025 و 2026 شماره دانش آموزان خارجی در مکتب‌های روسیه قریب 44,000 نفر کم شد. بخش زیادی دانش آموزان خارجی در روسیه فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی هستند. سال تحصیلی گذشته تقریبا 48,000 محصل از تاجیکستان، 22,000 از ازبکستان و 19,000 از قرقیزستان در مکتب‌های آن کشور تحصیل می‌کردند. در طول یک سال تعداد خوانندگان از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان 27% کمتر شده از 122,000 نفر به 89,000 نفر رسیده است. و سال دیگر از همکارم کیومرث عطا این بود که سبب سخت‌تر کردن قاعده‌های قبول بچه‌های مهاجران به مکتب‌های روسیه چی هست؟ مقامات روسیه میگویند که سخت‌تر کردن قاعده ها برای آن است که کودکان درس ها را درست فهمند و به محیط مکتب مطابق شوند، اما حامیان حقوق و کارشناسان ساحه معارف برانند که این امر هزاران کودک را از حقوق تحصیل محروم میکند. در نتیجه هزاران کودک از پدر و مادران خود که برای کار به روسیه رفتن جدا شده در نگاه و بین خویشاوندان در وطن میمانند. این قاعده های نو و سختگیرانه در حال جاری میشوند که فشار و بدبینی نسبت به مهاجران در روسیه بالا گرفته و برخورد سخت مقامات آن کشور با مهاجران از آسیای مرکزی نیز بیش از پیش شدت میگیرد. مهاجرستیزی و بدبینی نسبت به مهاجران بعد از حمله گروه تروریستی داعش مخصوصا شاخه خراسان آن به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس سال 2024 اوج گرفت. در پی آن چند شهروند تاجیکستان با اتهام دست داشتن در این حمله محکوم به زندان شدند. آغاز همین سال رحیم سعیدزاده وزیر معارف تاجیکستان گفت که تقریباً 9,000 کودک از روسیه به وطن برگشتند. خانواده ها در قرقیزستان نیز با چنین سرنوشت نامعلوم روبرو شدند. وزارت معارف قرقیزستان تعداد دقیق کودکانی را که در تمام یک سال اخیر از روسیه برگشتند آشکار نکرده است، اما این نهاد روز 28 ایول بر رادیوی آزادی خبر داد که در قرقیزستان عین زمان زیاده از 140,000 کودک تحصیل میکنند که پدر و مادرانشان در خارج از این کشور کار و اقامت میکنند. حکومت قرقیزستان چند پیش برنامه 5 ساله‌ای به وطن برگرداندن مهاجران را تصدیق کرد که کمک در یافتن کار، آموزش و دستگیری اجتماعی آنها را هم در بر میگیرد. همکارم کیومرث عطا درباره مشکلات مهاجران کاری آسیای مرکزی در روسیه صحبت میکرد که از نزدیک شدن سال نو تحصیل و سرنوشت نامعلوم فرزندانشان در تشویشند. گزارش کامل در این باره در وبسایت رادیوی آزادی آزادی.org به زودی نشر می شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها
اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.